سلام دوستان، اینجا استودیوی روی افزار و منم عرفانم. اینجا جایی هستش که قراره با هم تولید محتوا رو خیلی آسان‌تر یاد بگیریم و استارتش بزنیم. اگر همیشه می‌خواستی تولید محتوات رو شروع کنی و نمیدونستی از کجا شروع کنی، این ویدیو دقیقاً برای توه. کانال ما رو سابسکرایب کن و ویدیوها رو لایک کن. با کلی محتوای جذاب در خدمت شما هستیم. امروز میخوام راجع به چیزی صحبت کنم که کلیدی ترین نکته داخل تولید محتوا هستش: پرامپت نویسی. شاید مسئله ساده‌ای به نظر بیاد، اما بهترین و کلیدی ترین نکته داخل این مبحث ما هستش. پرامپت نویسی مثل این میمونه که شما بخوای سوار ماشینت بشی ولی خب ندونی از قبلش کجا میخوای بری. در این صورت شما فقط سوار ماشین شدی، داری گاز میدی و میچرخی. پرامپت درست دقیقاً مثل این میمونه که سوار ماشین شدی، نقشه راهت رو داری و راهت رو مستقیم میری و خیلی زودتر به مقصد میرسی. شاید اکثرا فکر کنن که مشکلشون کمبود ایده است یا ایدهشون ناقصه، اما مشکل اصلی ما اینجا نداشتن سواله. یک سوال خوب. اگر شما ندونی چجوری سوالت رو بیان کنی و بپرسی، قطعاً یه جواب نصف نیمه میگیری. اما طبق یه الگوی خاصی سوالت رو اگر مطرح کنی برای جی پی تی یا هر ای آی دیگه، خیلی سریعتر به خروجی مورد نظرت میرسی. خیلی ها فکر میکنن که مشکلشون کمبود ایده است یا ناقص بودن محتواشونه، اما نمیدونن عمده مشکلشون اینه که یک سوال درست ندارن. شما وقتی با هر ابزار هوش مصنوعی کار میکنی، از جی پی تی گرفته تا مدل های تصویرسازی و ویدیو سازی، اگر بهش پرامپت ناقص سوال درست نپرسی بهت یه جواب نصف و نیمه میده. اما وقتی یه دونه سوال درست، یک دونه دستور درست بهش بدی، خروجی مورد نظرتو میده. پرامپت درست مثل اینونه که برای چی میخوای و چطور میخوای باشه محتوات. تولید محتوا چرا برای تازه کارها سخت میشه؟ اگه تو هم تازه خواستی شروع بکنی، قطعاً به این مشکلات برخوردی. وقت کمی داری، یادگیری ابزارها به نظرت پیچیده میاد، ایده درستی نداری و فکر میکنی محتوا باید کامل باشه. اما 80% این مشکلات با پرامپت درست حل میشه. شما فکر کن یک دونه دستیار دقیق داری کنارت میشینه و بهش توضیح میدی: من اینو میخوام، همچین خروجی رو میخوام، و اونم دقیق مثل توضیحات شما خروجی مورد نظرتون رو بهت میده و خیلی راحت‌تر و سریعتر از حالت معمول شما خروجی خودتون رو گرفتید. خب پرامپت چجوری کار رو راحت‌تر میکنه؟ تصور کن شما میخوای یک دونه محتوا یا یک دونه ویدیو درست کنی در مورد نورپردازی داخل ویدیو گرفتن یا عکاسی. وقتی بهش بگی که یک متن بهم بده راجع به اهمیت نورپردازی در عکاسی، طبیعتاً یه متن خیلی غیر واضح و تاریک به شما میده و شما خودت میمونی که این چه خروجیه، من نمیتونم از این محتوایی تولید کنم. اما اگر بشینی دغدغه‌های مخاطبت رو کنار هم بچینی و دغدغه‌های خودت رو و ببینی چی میخوای و به مدل ای آی بگی، قطعا یه جواب درست بهت میده. برای مثال بهش میگی که من یه دونه متن میخوام 3 پاراگراف باشه و این 3 پاراگراف راجع به این باشه که مخاطب من با دوربین کار میکنه، تازه کاره، از چه نورهایی استفاده کنه و چجوری نور پردازی کنه. لحنت ساده باشه، یه دونه مثال هم داشته باشه. خیلی قشنگ و راحت‌تر به شما یک محتوای کامل و ایدئال میده. شما طبق اون میتونی ویدیوت رو درست کنی. پرامپت دقیق بهت خروجی دقیق میده. پرامپت مبهم قطعاً یه دونه نتیجه و یه دونه خروجی مبهم بهت میده. AI فقط زمانی خوب عمل میکنه که شما یک دستور درست و یک پرامپت درست بهش داده باشی تا طبق داده های شما عمل کنه و یک نتیجه کاملا عالی و خوب رو به شما بده. خب حالا ما چطوری این پرامپت خوب رو بنویسیم؟ اگر بخوام خیلی ساده خدمتتون بگم، یک پرامپت استاندارد از 3 عنصر تشکیل شده: چی میخوای، چطوری میخوای و برای کی میخوای. این 3 اصول و 3 عنصر مثل 3 تا پیچ دستگاه میمونه که اگر هر کدومشون رو صفر نکنی و درست سر جای خودش نبندی، دستگاه طبق خواسته تو رفتار نمیکنه و طبیعتا لغلق میزنه. اگر میخوای یک ریلز 30 ثانیه‌ای بسازی برای مثال،
بهش بگو سطح مخاطبت چقدره، لحن و ساختارش چجوری باشه. قطعاً طبق داده شما به شما پرامپت و ایدهشو میده. شما سعی کنید این ستا رو حتما تو تمام پرامپتاتون لحاظ کنید و بهش بگید که لحن و ساختار چی باشه. قطعاً طبق داده شما رفتار میکنه و خیلی راحت‌تر به ایده مورد نظرتون. یک نمونه واقعی از پرامپت درست و اصولی ببینیم. فرض کن یک تازه‌کار تولید محتوا هستی که میخوای درباره افزایش سرعت تولید محتوا با AI این محتوا رو ضبط کنی. خب شما میای به چت جی پی تی یا هر ابزار دیگه که باهاش کار میکنی از AI میگی من یک محتوا و یک متن ساده میخوام راجع به بالا بردن سرعت تولید محتوا با هوش مصنوعی. یک متن ساده و روان بنویس. افراد من کسایی هستن که تازه کارن و وقت کمی دارن. لحن ساده و بدون شوخی باشه همراه با یک مثال واقعی. این الگو مسیر کارت رو مشخص میکنه و خیلی راحت‌تر به ایده مورد نظرت میرسی و اینجا شما حداقل 1 ساعت جلو افتادی از سناریو نویسی و محتوایی که باید پیدا میکردی و مینوشتی. خب دوستان رسیدیم به بخش آخر ویدیو. اگر تازه کاری خودت رو مقصر ندون. مشکل تو نبودی. مشکل این بود که هیچ کس هیچ موقع بهت یاد نداد چطور سوالای درست بپرسی و درخواستتو به هوش مصنوعی بگی. مهارت پرامپت نویسی مهارت عجیبی نیستش. یک جور فکر کردنه، یک جور نظم دادن به خواسته هاست. اگر این مهارت رو یاد بگیری تولید محتوا تبدیل میشه به یک شغل و یک کاری که بهش افتخار کنی. اگر این ویدیو کمکت کرد متشکر میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنی و این سری از آموزش‌های ما رو از دست ندی. این تازه شروعش.